وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن عشق تو افتخارم. درود و سلام به شما بیننده نهایت گرامی. شروع میکنیم به نام خداوند یکتا. در این برنامه با من جاوید پیمانی از جاوید شو از تلویزیون شبکه جهانی آریانا افغانستان. برنامه اختصاصی در مورد مردانگی شهامت دلاوری است. من خواستم تا اختصاصی برنامه اختصاصی را به خدمت شما دست بازنگاری تقدیم بکنم که یک تعداد هموطنان ما وقتی که در سنه عمل که میآید اصلا حال احوالشان نیست، وقتی که حرفهای بیجا و خودسازی و داد فریاده که من نمیترسم و من این هستم اون هستم که میآید باز داد فریادشان بیشتر است، آوازشان بلندتر و بیشتر است از این که در سنه عمل بیان عملی نشان بدن. یعنی من از این نگاه صحبت میکنم که در زمان مقاومت و در فعلا هم که شما میبینید که ای برادران جوان ما که امروز دندغوری یا شمال از دست طالبان پاک سازی میکنن و با مو قامت رسا، با مو شجاعتانه، با مو وطن دوستی، با احساس و با عشق علاقه که به خدا و با دین خود، با وطن خود، با ناموس خود دارن، دشمن نمیتونه با مقابلشان استادگی بکنه. خب اینا دوباره مناطق شمال اضافه مناطق خصوصا دندغوری و اینا رو پاکسازی میکنن. کلپ براتون میگذاریم، ازشان قدردانی میکنیم. میاییم سر از که در وقتی که افغانستان در حالت بسیار دشوار قرار داشت، 90% افغانستان همه اشغال شده بود توسط 4 تا بگویم القاعده یا عرب‌های خودخواه که نه از خدا را به ودانیت میشناختن، نه علاقه به اسلام داشتن، از نام خدا و از نام اسلام و از نام انسانیت استفاده میکردن. با آیسای پاکستان و نوکرایشان کیها بودن در میدان عمل؟ کیها از اسلام، از افغانستان، از ناموس افغانستان، از ملت افغانستان دفاع کردن؟ تعداد از اونا کجا هستن امروز؟ آیا زنده هستن؟ نوکر هستن؟ قدرت دارن؟ با بیلیونا دلار خون ملت افغانستان تاراج کردن، در جیبا و اکانت‌های خود انداختن؟ نه. به شهادت رسیدن، نامردانه دسیسه ساختن، بم به کامره ماندن، در این ماندن، در اون ماندن، اینا را به شهادت رساندن. من میخوام باعث یک جوان افغان که همه چیزها را ما با شاهدش هستم روز به روز، اگر در سوشال میدیاست، اگر در خبر هاست، اگر در کتاب هاست، اگر واقعیت ها را باید آدم درک بکنه، کسانی که مردانوار با شجاعت و مردانگی در روز بعد در پالوی ملت خود بودن و از ملت خود و از آزادی و غرور کشور دفاع کردن، ما اونا را هیچ وقت هرگز فراموش نکنیم. اگر ما اونا را فراموش کنیم، ما خود فراموش میکنیم. اگر ما از اونا قدردانی نکنیم، از خود قدردانی نمیتونیم بکنیم. ولیوی مورالز خود دست دادیم، اصلیت خود دست دادیم. به خاطر اونایی بودن که مبارزه و مجادله و مقاومت به خاطر رضای خدا، استقلال، آزادی و سرفرازی ما ملت افغانستان و افغانستان مبارزه کردن تا آخرین قطره خون خودی بیرق ملی را سربلند نگاه کردن. چطور ما میتونیم خودخواه شویم؟ من امروز داد فریاد از پشت تلویزیون بزنم که نخرنی من مرد میدان هستم، من شمشیر میکنم، من از کس ترس راست ندارم، مثالش میگم. نخرنی مرد میدان ما وقت میباشم که در او وقتی که طالبا و القاعده و آیسای پاکستان با جنرالایش همه مناطق افغانستان اشغال کرده بودن، ملت فراموش شده بود، افغانستان فراموش شده بود، ما بعیش نوش بودیم و احمدشاه مسعود با همسنگرانش استاده شد، همگیر مثل یک چتریش یک ستون شد، زیر بازوی خود جمع کرد، زیر پر بال خود و از او خاک دفاع کرد. اگر خودت میخوای مرا مور تاپه بزنی، به خاطر که من از واقعیت میگم، از او هموطنای عزیزم دفاع میکنم
و واقعیت‌ها را میگم به خاطر که من عشق برای وطن خود دارم، برای ملت افغانستان از شرق تا غرب دارم. همون ملت که امروز در کنر قربانی میشه، طفلش به خون شد میزنه، همون ملت که در قندوز و بدخشان یا در پغمان و هرات قربانی میده، پیشمهمش یک ملت افغانستان هستند. و وقتی که جهالت جاهلین و نوکرای اینهان استخبارات های جهان امروز که خود از ناوطن فروش خائن هستند و خودشان تحمل کردن نمیتونن مردی، شهامت، غرور، غیرت، انسانیت، هیچ چیز به شانشان نیست، باز یک جوان یا کسی که میآید در پرده تلویزیون صحبت حق میکنه، نخنی رو مرتافی قومی میزنن یا میگنی از این دفاع میکنه. نه، باید از حق دفاع شود. تا که زنده هستیم وظیفه یک مسلمان مؤمن، یک انسان خوب، کسی که از افغانستان است، وطن خود دوست داره، ملت خود دوست داره، برای منافع ملی افغانستان کار میکنه، او شخص را فراموش نکنیم. خوشبختانه یک هموطن ما به نام ننگیالی یا ننگی گفتن از جلال آباد امرای به تماس شدن. امرای ما پشتو شروع کردن، وقت کوتاه بود، بیچاره را شاید وضعش خراب بوده تا اندازه که من درک کردم. خب اینا از زمان جهاد مقاومت که گفتن امرای حضرت علی قماندان مقاومت که در جلال آباد با آقای عبدالقدیر اینا می جنگیدن. قصه بسیار جالب بود، بسیار چیزه. یادم یک آهنگ فرستاد برای من، گفت آهنگ بسیار خوشم میآید و این هموطن ما که از جلال آباد پشتو زبان است چیزایی رو برای من قصه کرد و خودش اینقدر احساساتی و اینقدر یعنی وطن خود دوست داشت و واقعیت‌ها را که رضا جان اگر نمره تلفن یاره بانی لطفاً چیز واقعیت‌ها را گفت ما کاش که ما بتونم امروز بیشتر صحبت کنم، روی خط بیایم، به خاطر فامیلم، به خاطر زندگیم. یعنی باید است که خودت گفت باید انشالله جوان آگاهی درک میکنی، من نمیتونم گفت که مگم ایره برات میگم. گفت در زمان مقاومت گفت ما عامر صاحب میگن، حتی یک تعداد از هموطنان جلال آبادی ما که از جلال آباد هستن یا از مشرقی و ننگرهار عامر صاحب نام میگن. گفت عامر صاحب بسیار روزای بدر تیر کرد، در حالت بسیار دشوار جنگید، مردانوار استاده شد. گفت که من میبینم امروز که تعداد آمدن قدرت گرفتن، خصوصا طالبای نکتاییدار، گفت اینا کجا بودن؟ کسانی که نام نشان نداشتن. و حتی در زمان آقای کرزی گفت من خودم بچم سر خود دیدیم که وقتی در شمال آمد پیش آقای مسعود چندین بار گفت مثل یک سپاهی وارد دستش این رقمی ساده بود و آقای مسعود گفت پیش قدم هم لیدر بود، هم یک رهبر بود، هم یک مرد شجاع بود. گفت همگی بهش احترام داشتن، کسی قدرت توان نداشت کام میکشید بدونش. ببینین یک قطار گفت من میگم برای من بسیار از من قدردانی کرد. گفت پیش من فرق نداره که کدام زبان صحبت میکنی، نور چشم هستی هم وطنم هستی، مهم است که خودت احساس میکنی واقعیت‌ها را به یک جوان از حق دفاع میکنی. گفت افغانستان استیت دوم پاکستان شده بود اگر احمد شاه مسعود گروه مقاومت نمی بود، خلاص شده بود، رفته بود. گفت دو زمان یک تعداد هموطنان ما که از اروپا آمریکا میان چوکی میگیرن جیبای خود پر میکنن، اینا کجا بودن؟ اگر اینا واقعا مرد و شجاع بودن چرا گفت در میدان او وقت وطن فراموش کرده بودن، ملت فراموش کرده بودن، از نگاه پولی از نگاه خودشان اولادای خود روان نمیکردن که مقاومت میکردن؟ گفت حالا کنا جان دادن، بیرق افغانستان بلند کردن، افغانستان نوین ساختن، باز اینا گفت داد فریاد میزنن که ما ترسیم. اینا کیا هستن؟ خود از این وطن ما میره. گفت اینا نوکرا هستن، اینا استخباراتای اجنبی ها هستن، به خاطر که اینا در کابل بدون که استخبارات نوکر ایجن نباشن داخل شده کس نمیتونه از بسر بلند صحبت کردن میتونه. وجود مردای خداست که امروز گفته یگانه گفته از اینا گفت چاقو رو میگیرن والا یا تکه تکه میکنن. مگم یگانه راهی که تو دوشه قدرت داشته باشی، کارت بتونی انجام بدی و بدون ترس راست باید جاسوس نوکر باشی. همین وطن ما ننگی جان گفت من ببینم در جلال آباد گفت فقط almost 80-85% گفت نوکرای آسای است. میایم سر از این هموطن عزیز، مرد میدان کسانی بودن که تا در عیارای افغانستان قسم میکنن که در زمان که بودن که مثلا بسیاری کسایی است که نام نشان داشتن، حتی پایلوچای قندار گرفتن، 8-9 نفر بودن که داخل میشن در زمان علی حضرت ظاهرخان خدا بیامرزه ایشانه که بابای ملت میگفتن اینا دو زمان پایلوچای قندار، یعنی دولت حتی نتونست که پایلوچای قندار یعنی کنترل کنه یا بگیره. اونا دوزای بسیار مشهور بودن. این معیارای کابل و افغانستان بودن که 8-9 نفر به مقابل پدر ما بود، حتی به شمول پدر ما که داخل میشن در یک جای در قندار است که یارا میگیرن. اوت مردایی که بودن اونا نیستن دیگه، مردایی بودن که امروز که سر خود بلند کردن نمیتونیست. باور کنین واقعیت هم براتون بگویم، حالا هر شمشیرزن هم به اصطلاح نامعلوم است و ناشمشیرزن هم معلوم است. هر کس میآید به خاطر یک چارقران و نوکری داد و فریاد میزنه.
ما براتون نمیخوایم در این مورد صحبت بکنم، من مجبور مکلف آدم که روشنی پرته. ما براتون میتونم به صراحت بگویم که او مردای واقعی بودن که از کس ترس راست نداشتن، حتی قدرت شوکی نمیخواستن، حتی یک کاری که میکردن به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا، به خاطر کلمات الله مجید، او کارا میکردن. مردم هم میفهمید مگه اینا نمیخواستن که کردیت به خود بدن، از خود یاد کنن. در جای فاتحه بود چیزی یاد شد از پدرم اینا. من امی دکتر نجیب بگویم که رئیس جمهور ازبق افغانستان بود و یک کمونیست بود که قاتل ملت، از پدرم خواست نامه روان کرد تا ترخم بیا تانکار گل پوش میکنم، هر کرسی و چوکی را بخوایی. پدرم به جوابش روان کرد که نه، سلام مامو سلام است، ما شما از افغانستان هستیم و هموطن هستیم، میشناسمت، راه تو راست از ما راست، راه خداست، راه دین ناموس است. همین استاد سیاف پدرم نو در پاکستان رسیده بود، در کبابیان در چوبخانه سید احمد گیلانی در دربار میگفتن. بادیگاردای خود برش نامه روان کرد که بیا امرو میششکوری کابل و پغمان و میدان وردک. پدرم گفت به خاطر چوکی آمدیم، به خاطر دفاع از دینم، از وطنم، از آزادی افغانستان آمدیم. حتی نامه‌ای که از پادشاه سابق خدا بیامرزش که رئیس سرادات مهاجرین و مجاهدین پدرم نامه روان کرده بود در پاکستان، کل چیزا هست. میایم سرزی که میراث خاطریات میکنیم که مردای واقعی کسانی بودن که حتی برش مردمای کلان احترام داشتن، میفهمیدن که اینا واقعا مرد شجاع هستن، مردای آهنین هستن، به کس تسلیم نمیشدن، سر خم نمیکردن. امروز رئیس جمهورای ما سر خم میکنن، نوکری میکنن. این جای بسیار تاسف است. غرور ما را از بین میبرن، آبروی ما را از بین میبرن. اضافه گویی نمیکنم وطن عزیز، ایره میخوایم از تمامی شما که از زبان و قومیت یا بگذاریم، او فرزندانه که، او جوانانه که، او هموطنان ما که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مثل احمد چای مسعود و همسنگرانش، به خاطر چادر او مادر وطن، به خاطر بیرق ملی افغانستان، به خاطر آزادی و استقلال ما جنگیدن، ما هیچ وقت اونا رو فراموش کرده نمیتونیم. نه شما فراموش کرده میتونیم، به خاطر که ما جوانا هستیم، تاریخ تازه ساخته میریم. تکرار میکنیم که مردم ما از خشونت، از تعصب، از نوکری، از جهالت، از بزدلی، از نامردی، از دست جور کردن براین بیاین امو افغانستانی های سابقه که بودین، از پدرها و پدرکلانا و مادرایتان یاد بگیرین، بیاین در میدان عمل مردانگیتان نشان بدین، برین به خدمت وطنتان، بگذارین که یک 4 نفره که میایه از واقعیت دفاع میکنن، از اونا را تخریب نکنین. مثل یک مشورین در هموطنای ما زیاد پنجشنبه تلفن کردن که در برنامه آقای مسکینیار پنجشنبه کدام کس تلفن کرده که از ما یاد کرده و از برنامه شکایت کرده که این جوان در سیاست نمیفهمه و چطور چیکار. من به بسیار انسانیت میگم وطن عزیز، شما اگر به سیاست میفهمین چی کردین؟ کدام سیاستمدار افغانستان به جز اینکه 2 نفر اگه بوده باشه بر افغانستان خدمت کردین؟ کلشان فروخته، خیانت، جنایت. سیاست میره میگه که میری یک 4 کلاس صنف میگیری. در سیاست هیچ سیاست افغانستان فکر نمی سیاست دانش درست در سیاست بفهمه. سیاستمدار پیشمکی است، سیاستمدار که پاکستانی ها که رند و شیار هستن، وطن خودم ساختن، امروز این طرف بازی میتن، قدرت های جهان مثل امریکا واره به میلیون دلار میگیرن، نظامی های خود تقویه میکنن، وطن خود رساندن و خودشان آمد زیرک و شر است که موتور امروز نوکر گرفتن. اونها را سیاستمدار ما میگن، برش احترام دارم، دشمنم شانم هستم. سیاستمدار آخوان ایران است که امروز تعداد ملت ما را گروگان گرفتن. سیاستمدار دگاست. کدام سیاستمدار چی کردین بر افغانستان؟ کدام کشور نوکر شما بوده نوکری شما را کرده؟ همین سیاستمداری شماست؟ نه، سیاست به این نیست که آدم برد مثلا یک پولیتیکال ساینس بخونه. امروز همگی در سیاست میفهمه. تجربه داشته باشی بسیار فوق العاده. امروز متریال است، اگر بفهمی سوشال میدیا است، هر چیز در امریکا و اروپا است که میتونی خدا برسانی. میگه پیش یک تعداد است که مثلا میرن امروز دکتر میشن، تجربه ندارن. مگر کسایی که مثلا بی تجربه هستن، اونا را ببینین که بهترین کار میکنن. کسایی که تجربه دارن هیچ کار نمیتونن بکنن. ما امروز جوانایی میبینیم بسیار فعال هستن، مثلا دکتر است، انجینیر است، از هر رشته هستن، بسیار موفق هستن به خاطر که روشن فکر هستن. امروز هر چی برشان میاد، تکنولوژی سرچی است. اینا از اون کسایی که یک جنریشن پیشتر بودن کاراشون بهترتر است، اکتیو هستن. و میایم سر شما که با محترمی که براتون دارم، یعنی شما افتخار باید بکنید یک جوان قدر توان قدرت داره، شجاعت داره که میآید در سیاست کشور خود صحبت میکنه. سیاست خودش درد وطن ما سیاست است. امروز حالتی که در کشور میره کلش به اصطلاح سیاست کشور ماست.
امروز ما در حالت قرار داریم که با ما فکر میکنم با از حتی هنرمندای ما آهنگایی که میخوانن آهنگای پیچرده که وطنی چیست ای به شمول سیاست میشه. مبارزات ما، صحبت های ما همه سیاست وطن ما در حالت قرار داره که ما با فوکس کل ما از پیر تا جوان ما در مورد باشه. وقتی که در مورد صحبت میکنیم از سیاست کشور است دیگه معنی از این نداره که سیاست نمیفهمه. درسته ما سیاست مدار نیستیم، هیچ وقت نگفتیم. بازم براتون سلام، احترام براتون میذارم. بینو عزیز، کلیپی که داریم بیاین کلیپ از دند غوریس، از جوانای شجاع زمان مقاومت و او فرزندانی که پدرایشان مجاهد مقاومتگرا بودن. امروز ببینید که دشمن چطور بلرزه در آوردن، از پا در آوردن و دشمن از دند غوری دواندن دکه ها فرار کردن. هیچ کس به مقابل جوان ملت ما ای فرزندان راستین مقاومت کردن نمیتونه. شما میفهمید، ما میفهمیم. کلیپ بیاین تماشا بکنیم، با ما باشین، دوباره برمیگردیم. از عزیزا کسانی که روی خط تلویزیون هستین باشین یا دوباره به تماشای کلیپ میمانیم. با دزوگاز با مو ارتباط تلفنی و به تصرف حکومت درآمد. فرماندهان نظامی افغان میگویند که طالبان مسلح در دند غوری پلخمری تلفات سنگین بر جا گذاشتند و نیروهای امنیتی تمام ساحات این روستا را در کنترل خود درآوردند. در همین حال نظامیان افغان تاکید دارند که طالبان مسلح توان مقابله رویاروی با آنان را ندارند و باشندگان دند غوری میگویند که طالبان مسلح از خانه های آنان سنگر ساخته بود. محمد ذاکر نوری این گزارش را از بغلان فرستاده است. نظامیان افغان مستقر در بغلان میگویند پس از 37 روز عملیات تمام روستاهای دند غوری پلخمری را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کردند و حالا این ناحیه ششم پلخمری برای باشندگان بغلان امن گردیده است. مکمل سایه دند غوری تصفیه شده و در سایه دند شابدین هم دشمن یک چیز مانده بود و هم فرار کردن. تلفاتی که قبلا دیدن این متقبل شده نتونستن فرار کردن. فعلا وضعیت بسیار خوب هست. مردم با عزت دند غوری هر قومی که هستین و پا بیستین ای چار اشرار و ای چار خائن و ای چار وطن فروش برش اجازه نتین که دیگه به عزت و آبرو و ناموس و صلابت مردم تعرض بکنن. دند غوری دیگر نقطه افسانه‌ای چالش و آزار برای مردم افغانستان نخواهد بود. تاریخ یک بار دیگر با سربلندی از قهرمانی‌های افسران، سربازان و دلیرمردان کشور سپاسگزاری می‌کنند. نظامیان افغان اطمینان می‌دهند که طالبان مسلح توان مقابلت در دند غوری را با آنان ندارد و باشندگان محل نیز از تامین امنیت خوشحال و از تخریب خانه‌هایشان نگرانند. شما ببینید که تقریبا در 12 ساعت پیش دشمن دیگه فرار کرد ولی با مجرد رسیدن ما دشمن فرار که منطقه را سنگر جور کرده و دیگه چاری بیله ما آوردن توری چقوری کنده دیگه بیله ما هر چیزه هم گم است که ما برای ما یکی توانش میده. نظامیان افغان میگویند تمام ساحات روستای دند غوری بغلان را از وجود طالبان مسلح تصفیه کردند و این ساحه را برای باشندگان بغلان و شمال کشور امن ساختند. محمد ذاکر نوری، آریانا نیوز، دند غوری بغلان. خب هموطن عزیز، آهنگی که از ننگیالا جان از ننگرهار برام فرستادن که بسیار برام جالب بودم، چون این آهنگ من شنیدم بار اول که شعرش از آقای لطیف پدرام است و آهنگ سیاوش سیاپوش از بخلم اگه اشتباه نکنم اسمشان که من درست کلپش تماشا نکردیم و اسم نایشان که انفورمیشن نایشه می داشتم. بسیار مقبول جور کردن با داستان رستم و داستان مقاومت است. یا آهنگ از ما خواهش کرد گفت لطفاً بانده شوید به خاطر که شوید بسیار خوش میاد و شوید به می با چوکات اینای مقاومت و چوکات وطن دوستی و چوکات واقعیت هست. از او خاطر ما کار میکنم که پیش چیزی که با آهنگ بریم چند لاین جواب میدیم، بعد آهنگ میمونیم. یک ربایی کوتاه شعر کوتاه بعدم آمد که برای برادرانی که امروز به ضد طالب وحشی و نوکرای آیسای و عرب عجم می جنگن میگه ما جان به فنا دادیم، ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید، در خاک مزار ما دائم به دعا باشید، در خاک مزار ما دائم به دعا باشید. با ما باشین، لاینا را جواب میتیم، بعدا میریم آهنگا را براتون میگذاریم ببینیم که هموطنا چی گفتنی دارن. بنده سلام بر شما، روی خط هستین شوی جاوچو بفرمایید. هموطن از این شوی جاوچو تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بنده سلام بر خب پرایوت ما خطا میکنم، یک تعدادی که پرایوت زنگ میزنن
انسان هستن که خودتا میفهمین که مزاحم شو میشن. از او خاطر که پرایوت بینم قطع میکنم از این که چه اجازه برشان ندیم. بیاین بازد می کسانی که پیشتر یکی از هموطنان تلفن کرده بودن و زد نقی صحبت میکنن، من میفهم که نه آدمای بیکار بزدل که در خانه در امریکا شتن و تلویزیون ها رو سل میکنن، دیگه کار ندارن، با جز اینکه این تحمل کردن نمیتونن و فرزندان راستینه که به مقابل از اینا استاده شده و اینا را همطور مشتای دندان شکن با مو رهبرا و طرفدارایش داده. هیچ یک کانال دیگر ببینین لطفاً، برنامه مرید نبینین، خوش نکنین. معلوم میشه که شما خوش دارین، مرا برنامه میبره خوش دارین، بسیار انتظار هستین که باش برنامه‌ریزی چی شروع میشه، چه وقت شروع میشه، که از دشمنای ما صحبت کنه، از اون مردان راستین صحبت بکنه که ما برای زنگ بزنیم و خدا نخواسته خلالت بکنیم. بینده سلام بر شما، روی خط هستین شوی جاوید شو، تلویزیون آریان افغانستان. سلام جاوید جان. سلام بینده عزیز. خوب است، تشکر. جاوید جان، برنامه شما را کل افغان‌ها خوش داره، چه در داخل افغانستان چه در خارج افغانستان. تمام مردم برنامه شما را تماشا میکنن. ما از برنامه شما بسیار اسم میبریم. شما گپای صحیح را میزنین، واقعا گپ میزنین. باز کسایی که اینطور تلفن میکنن و بر مسکینی هستن غلط گپ میزنن، این کسایی هستن که یا مزدور پاکستان هستن، مثل که یک تلویزیون دیگه هست نامش نمیگیرم، مجردی که نام طالب چیز که بگیری، طالب بعد بگویی، القاعده را بعد بگویی، داعش را بعد بگویی، صدا را قطع میکنه. ولی برای مسکینی هستن باز تلفن میکنن، اون چیز شفیع عیار گفته که این گپا را میزنن، اون وام یک برنامه دیگه داره شاید بره، اون شفیع عیار هم گپ صحیح میزد، گپ مسلمانی میزد، شریعت گپ میزد، از کتاب گپ میزد و گپ شما فوق العاده گپ یالیست. کسایی که شما را نمیخواه و نوکرای پاکستان هستند. اینمی هر زبا بود موافقت تشکر. میخواه. زنده باشین هموطن عزیز. بینده سلام بر شما. بینده سلام بر شما، روی خط هستین شو جاوید شو، تلویزیون آریان افغانستان. بینده سلام بر شما، روی خط هستین. خب البته هموطن عزیز، تلفن‌ها میفهم که تعداد که پرایوت زنگ میزنن ما متوجه میشیم که پرایوت جواب ندادم، به خاطر که باز چی میگن یک تعداد خلالت میکنن. بهتر است ما برشان احترام بگذارم و قطع کنم لاینشان که برشان روی خط وقت ندیم، از او خاطر که پرایوت ببینم قطع میکنم. اگر کسایی که میخواد روی خط به پرایوت زنگ نزنین، به خاطر که پرایوت نشان بده قطع میکنم. بنده سلام بر شما، روی خط هستین شو جاوید شو، تلویزیون آریان افغانستان. بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام، شما خوب هستین هموطن عزیز؟ تشکر، سلامت. اول خود تشکری میکنم از این پروگرام بسیار خوبه که دارین و ما مفتخر میکنیم به اردوی ملی که فعلا داریم، با او کسایی که در جنگ شهید شدن. دیگه یک پرسش از خود داشتم، گفتم پیشتر گفتی که پدرم در جبهات به حساب رفته بود وقت داعش یا جنگ بود. میشه که معرفی کنین پدرتون کی بود و آیا همین پروگرام های شما که به حساب انتقاد میکنین سر این دولت چطور یا میشنون یا نمیشنون؟ به خاطر که چون خودمون در افغانستان بودیم هیچ کسی پروگرام ها رو نمیبینه. بله. تشکر. کسایی که در اینجا که از قدرت به حساب مثل اشرف غنی در اینجا بود، رفت در اونجا اقتدار به حساب با آقای مسکینیان چه خبر گفتم میرفت یا آقای که خطاب مگر در گوش کار نکرد. بله، تشکر هموطن عزیز. خودم رایتان. خب با مقابل با ارتباط سوال شما از نگاه پدرم پرسان کردین. پدرم البته یکی از مبارزین بوده، در زمان جهاد قماندان پغمان بوده، حوزه آمریت کویبابای پغمان پیش میبرد، زندانهای پلچرخی تا افموی زندانی بود، بسیار سجر و سکنجه را من خلاص میگم. یکی از عیارای پیش از جهاد، یکی از مردای عیار بگویم یا کاکهای افغانستان به شمار میره که امروز تمامی از خود پادشاه سابق تا بگویم حتی زمانی که داود خان خواستش درک او رو که فامیلای از دوستای از فامیلای است که خبر دارن که برش وظیفه میداد قبول نکرد، که یک کتاب هم بود که از پاکستان میخواستن. بسیار کوتاه میخوایم بگویم. میایم سر از که اصلا به نام خواجه بروت یاد میشه، تو شهرت بین‌المللی داشت و موضوع مردای حیار کاکهایی بود که تن بر کس نمیدادن. اون پیشتر که یاد کردم هموطن عزیز، واقعا اون مردا دیگه یافت میشن و در زمان جهاد به مقابله میره برای جهادی. آقا حکمتی ها را یاست در زیر گلونشان در پاکستان که امروز هموطنای ما از ویرجینیا یا میبینم، من چند وقت پیش رفته بودم، قسم میکنن برای کسی حتی تن نمیدادن و ترس راست نداشتن. و برای من تمامی نصیحت پدرم بود که میگفت وقتی که مبارزه و واقعیت میآید سرت ببر، به کف دست بگی، از مرگ هیچ وقت نترسی. اینال از او پدر نمایندگی میکنه که اولادش هم تو با پدر نمیرسه، یعنی با 1% میتونه که مرای پدر و مادر خودشان تعقیب بکنه. یک آدم فقیر بوده، یک آدم وطن دوست بوده، یک آدم عیار بوده، با شامت بوده، دلاور بوده، و نبوده کدام جنرال و وکیل و وزیر بوده باشه، نخیر نی.
بینه سلام بر شما روی خط هستین شجاع چو. خب پرایوت زیاد زنگ میزنم، پرایوت ها را قطع میکنم وطن عزیز، به خاطری که بازم تکرار میکنم که پرایوت ها زنگ میزنیم، اجازه نمیدم که شما پرایوت زنگ بزنین. بینه سلام بر شما روی خط هستین شجاع چو، تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. خب هموطن عزیز بیاین اینا بسیار میفهم که لاینا را میخوان بیزی پرتن. آهنگ اول برنامه را که ننگی جان از ننگرهار از جلال آباد روان کردن، شعر آقای لطیف پدرام است که لطیف پدرام که شما میشناسین یکی از لیدرهای اپوزیسیون دولت افغانستان است، انسان بسیار فامیده، اشعار بسیار زیبا و آهنگام که خواندن در مورد احمدشاه مسعود مقاومت است، از ننگلی جان یا ننگی جان که از جلال آباد امروز به تماس شدن در مورد رفته به پشتو فارسی با ما صحبت کردن، انسانی که در مقاومت جهاد بودن، فامیلای خود از دادن، حتی بر ما گفتن که یک برادرزادهشان است، بچه یک جوان 13 14 ساله که بر عامر صاحب شعر پشتو سروده که در آینده برای دور کلپ میکنم روان میکنم. بیاین می آهنگ با هم بشنویم. بزد می دشمنای آیسای پاکستان، نوکرای آیسای کسان وطن فروشایی که در داخل خارج هستند که مردا بودن هستند، پیروانشان است، مقاومت ادامه داره، اصلا اونایی بودن که افغانستان بیرق ملی را که امروز که یک تعداد از خود افغان میگیرن، افغان هستیم و افغانستان از خود میتراشن، اونایی بودن مثل احمدشاه مسعود، قهرمانایی که افغانستان نگاه کردن برای ملت افغانستان، به خاطر منافع ملی، به خاطر ماها جنگیدن، نه به خاطر یک قوم و یک منطقه. اینک آهنگ زیبای رستم بیار مسعود بیار، ایره تماشا کنین، با ما باشین. حالیا رستم بیا مسعود بیا، حالیا رستم بیا مسعود بیا، قصه روزهای جان اندود، قصه شیر قصه مسعود، قصه روزهای جان اندود، قصه شیر قصه مسعود، حالیا قصه خراسان است، قصه جنگ و مرگ و میدان است، حالیا قصه خراسان است، قصه جنگ و مرگ و میدان است، باید این آها درود شود، باید این غصه ها سرود شود، باید این آها درود شود، باید این غصه ها سرود شود، باید این غصه ها سرود شود. هی 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 تیر و اسب و کمند میخواهم، همت سر بلند میخواهم، تیر و اسب و کمند میخواهم، همت سر بلند میخواهم، سرفرازی کنم چو برخزم، خلق را بر نبرد برانگیزم، سرفرازی کنم چو برخزم، خلق را بر نبرد برانگیزم. حالیا رستم بیا مسعود بیا، حالیا رستم بیا مسعود بیا، تو بیا تا که راه باز شود، گاه یک بار سرافراز شود، تو بیا تا که راه باز شود، گاه یک بار سرافراز شود.
تفنگم هنوز بر دوش است، گفتهات پندهات در گوش است و تفنگم هنوز بر دوش است. آبک و در پنجشیر است، پشت هر کو مرد و شمشیر است. آبک و در پنجشیر است، پشت هر کو مرد و شمشیر کی پیر سردار قبیله، هوشیارم فرزند رستمم و بیدارم. عزیز این تکرار براتان میکنم که یک تعداد هموطنان ما شاید فکر کنند که من از پنجشیر هستم. از پنجشیر نیستم. پدرم از باقلی مردان کابل است و مادرم از پغمان. افتخار میکنم اگر مرا پنجشیریان بگوین پنجشیریام هستم، قنداری بگوین قنداری هستم، بدخشانی بگوین بدخشانی هستم. به خاطر فرق نداره، فرزند از او کشور هستم، تعلق به تمام افغانستان دارم. خب من خوشم که واقعیت ها را بگویم، از کسانی که مجادله و مقابله و مبارزه با مقابل دشمنای افغانستان، او نقشه جغرافیایی که افغانستان داره، استادش تا آخرین خون خود من قدر از جوانان را، اون مردا را، اون انسانا را میفهمم. من خودم وطن خود قدر دوست دارم، خدای خود دوست دارم، ملت خود. از او خاطر بسیار زحمت میکشم، کار میکنم، پول خودم میارم، میگم باش که برنامه را بسازم. به خاطر که میبینیم که تعداد خود فروخته ها، کسایی که نوکرای استخبارات مختلفی هستن، امروز کشور ما به غارت رساندن، فروختن، ملت ما را گروگان گرفتن، خون ملت ما را میچوشن. من فرزند از کشور هستم، چرا خدمت نکنم؟ چرا چوب بگیرم خدا؟ اگر بینی که نابینا و چاس، اگر بینی که نابینا و چاس، اگر خاموش بنشینی گناست. بنده سلام بر شما. روی خط هستین شجاع شد تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله برادر سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام بر شما. شما نمبر من میبینیم، نمبر من پرایوت نیست. نمبرتان فقط از شما یک تقاضا دارم. شما میگین که شما از قندار هم هستین، از مزار هم هستین، از خود افغان فکر میکنیم، مگر اون زمانی که مسابقه کرکت بردن همین برخورد شما برای زمین پشتونا چی بودن؟ تشکر بشه از طریق تلویزیون. اونا رو پاکستانی خطاب کردن. بله. ما کسی بودم که من از مشرقی هستم، ولی بعد از اون سخنان شما را که من شدم، هیچ وقت شما را افغان فکر نمی کنم. تشکر. افغان فکر نکنین، به خاطر کلمه افغان شما که خراب کردین. انتحار، انفجار، هزار بدبختی را کلمه افغان و آبروی افغان بردین. من افغان فکر میکنم وقت کلمه بسیار مقدس بود، پیش از جهاد ما و شما. حتی در زمان جهاد کل ما برادر بودیم، همسنگر بودیم. میتونیم ما افغانستانی بگوین، خیر هیچ افغان نگوین. وقتی کلمه افغان شما از خود میگین و میگه افغانستان از ما، هم افغان هم شما، افغانستان هم شما. بسیار به صراحت با امرای تا صحبت میکنم وطن عزیز. ترس راست هم در پیش رو من بیایم گپ میزنم، در پسرتم در روبروی تلویزیونم برات هستم. اگر افغان کسی انتحار میکنن، انفجار میکنن سر مادر وطن ما، که ما غیرت داشته باشیم که زادگاه ما خودت مادر ما تو نوکر میاری، اون نوکر دالخوره و پای کثیف از در سر کشورم میگذاری، سر زادگاه ما، افغانیت از خودت باشه. افغان مکی را میگم، آقای حاجی قدیر را میگم، عبدالرازق قنداری را میگم، حتی آقای عبدالحق. و سیاست یک طرف میگذاریم، به ما مربوط نداره. وطن تا آخرین لحظه در وطن خود جان داد. اونو کسای پیشم افغان میتونم که افغان نام افغان به افتخار سرشابانم. بنده سلام بر شما. رو خط هستین شجاع شد تلویزیون آریانا افغانستان. یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید. جاویدان پیمانی، درود بر شما. و قاسم انعام هستم جانم. آقای انعام سلام بر شما. درود بر شما. امروز برنامه تان دیدم، خوشبختانه که در منزل بودم. فقط یک دو کلمه دارم. سرزمین ما اگر افغانستان است، اگر خراسان دیروزی است، اگر آریانای پارین است، سرزمین ماست. هر وجه ازی مربوط به فرزندان همین سرزمین است. مهمترین چیز ازی که همون مقوله بسیار زیبایی است که میگه چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانه اش ویران باد. از کجا که من و تو باز از شور و جنون عشق برپا نکنیم، از کجا که من و تو دست رسوایان را وا نکنیم. امروز مهمترین چیز و اصیلترین چیزی که ما باید دنبال از بگردیم، چیزی که ما امروز توته شدیم، وحدت ملی ماست. بله.
ما دیدگاه های سیاسی داریم مختلف متفاوت. چی فرق میکنه؟ باید هر انسان یک دیدگاه مختلف داره، باید قبول بکنیم. اگر یک پشتون دیدگاه مختلف داره، اگر یک تاجیک دیدگاه مختلف داره، اگر ازبک مختلف داره، همین خانه ماست و یگانه راه حل همین که باید کنار هم بنشینیم و همین خانه ویران را آباد بکنیم. دوری هیچ امکانات نداره که ما با هم از هم دور باشیم. در دوران مقاومت یک شعر نوشته کرده بودم و پشتو بود، میگه وطن گورت جنگل از ماران و نسی، وطن گورت آلاد زرگویان و نسی، زده هر پاد شهیدان و پرهارون بینم، زده هر پاد وین و رنگ سر مرسلون بینم. اگر امروز واقعیت را ببینیم، وجب این خاک و خون فرزندان این سرزمین رنگین شده، چه در شمال است، چه در جنوب است، چه در پنشیر است، چه در قندار است. فرزندان همین سرزمین بودن. بیاین که کنار هم بنشینیم. اما دیدگاه‌های آقای انام عزیز، میبخشین که من قطع میکنم شما را، گپتان میگیرم، گپتان به گل بدرشه. کاش کمی احساس شما را همگی داشته باشن. مثال من یک جوان، اجازه بدین امروز آقای پیمانی، بله. یک 2 نفر 3 نفر اگر از اون طرف متعصب است، اگر از این طرف متعصب است، اینا هیچ کار کردن نمیتونن. ما کنار هم بنشینیم. اکثریت هستیم. همین وطن کی نمیخواد جور شود؟ همه میخوایم جور شود. اگر پشتون است، همون مظلوم ترین قوم است. اگر تاجیک است، همون کل ما مظلوم هستیم. بله. که در وحدت ملی کار بکنیم، یک روش را پیش بگیریم که همه دور یک هسته بگردیم، دور یک نام بگردیم. امروز ما آدم خان قهرمان داره، امروز احمد شاه مسعود قهرمان داره، امروز در شمال همیال یادم رفته اسمش در مزار شریف بود، زبیولای خان. بله. هر وجه از این قهرمانان نهفته بیاین که خون این قهرمانان را پامان نکنیم و یک وطن داشته باشیم، چه به نام افغانستان، چه به نام خراسان دیروزی، چه به نام آریانای پارینه، هر نامی که بگذارین از من و توست. ما از هم جدا و سوا نیستیم. بیاین که کنار هم بشیم، دست به دست هم بدیم برای امی افغانستان، برای مظلومین افغانستان و خصوصا برای اکثریت خاموش که طبقه زن افغانستان هستند. سخنها زیاد است، میفهم که تشکر آقای یک جهان ممنون. خواهش میکنم. زنده باشین. پیام است که افغان هستی، هموطن ما هستی، بیا کنار هم بشینیم. زنده باش آقای انام. لطفتان است. روزتان بخیر. تشکر. بینده سلام بر شما. روی خط هستین شو جوشو تلویزیون آرنا افغانستان، بفرمایید. بله آقای پیمانی، سلام علیکم. از آنبورگ شما رو زحمت میکنم. سلام بر شما جان. و برادر محترم، اگر به طور یک جانبه نشه کار که در رابطه با مشای مسعود مسائل شما مطرح کنین. بله. و شما میدانید که در افغانستان تقریبا حدود 65% یا 60% مردم مخالف از او هستند. لذا اگر شما وقتی فیلم ها را مندازین، بسیار مردم دیگه به اساس اختلاف بلند میشن و مسائل دامن میزنه که با این پشتون است و تاجیک بود و مثلا مجاهد بود و جمعیتی بود و به حسابی حزب اسلامی. من می‌بخشید یک سوال از شما دارم. امی آقای نس چی گوفرا رو میشناسین؟ از کوباست. یک کمونیست بوده در پای کوبا مبارزه کرد. امروز در لبنان وقتی که تظاهرات میشه، یک کمونیست کوبایی را عکس‌های شیوازه که در مملکت اسلامی ما شما بسیار قهرمانای در دنیای اسلام داریم، چرا بلند میکنن؟ چرا تضاد در کوبا نیست؟ تناب بین افغانای جاهل هستی. این زنجیر ما میخوایم بشکنه به ایسک جوان که امروز اگامچای مسعود هست از پنشیر در زمان مقاومت جهاد تمام ملت افغانستان کرده. ما شما میفهمیم برادرای ما، خوارای ما ملت ما قربانی داده. میایین در زمان اجازه بدین آقای پیمانی که اگر لطف کنین بگوین که جنگایی که در داخل کابل صورت دادن، همین چند تا تنظیمات در مجموع حزب اسلامی هم دگام و به خصوص چند احزابی که در داخل کابل آمدن، شما اینا چگونه جواب دادن میتین برای ملت مجاهد افغانستان؟ ما براتون امیال میگم مسعود هم در این جنگا کجا و کجا اشتراک داشت. درست از گپتون. ما اینال خیلی اجازه بدین. این شما باید پنهان نکنین. خب گوش بدین. بله گوش کنید شما اینال جواب مرا. شما میگن جنگای کابل، بله؟ جنگای کابل وقتی که در دروازه کابل که احمد شاه مسعود با کسایی که دولت سابق کمونیستی، کسایی که طرفدارش بودن یا تسلیم شدن، طرفدار نه، اونا دیگه راه نداشتن، داخل کابل تا نشد. برای کلیپا رو ببینین که بر اساکر خود چی میگه. جنگ حتی بر آقای حکمتیار که هفته پیشتر من کلیپ مانده بودم، بر رهبرای جهادی از داخل پاکستان خواهش کرد خودتان بشینین، هر چی که میکنین انتخاب کنین بیاین. خب اون مثل یک عسکر وطن بوده، عسکر خدا بوده. نگفته که ما کدام قدرت چوکی رئیس جمهور یا صدر اعظم شم. نشون بدین یک چیزی که گفته باشه، دا کده باشه که ما چوکی میخوایم. میایم سر ازی که اصلا بدبختی در کجاست هموطن ما
که حقیقت ما و شما درک نمیکنیم. جنگ تحمیل شد. بازم براتون میگم در مو سالایی که مجاهدین به پیروزی میرسد، در این کالیفرنیا کنفرانس دایر میشه، سفرهای جهان میایجه، اینا تصمیم میگیرن که توسط آیسای پاکستان کدام گروه رو پیش کنن، کنا کابل زیر راکت بگیرن، جنگای داخلی شروع شوه و یک تعداد مثل اگر میگن آمچای مسعود یا هر کس دیگه که بوده مجبور بدن که از او خاک دفاع میکردن وطن ما خودت خیلی در جرمنی امریکا ما شیشتیم گپ میزنیم خیلی خاک کی دفاع میکرد ازش؟ آیسای کد نوکرایش یا مثلا ایران کد نوکرایش میامد میگرفت؟ نخیر نه. این خود ما میفهم ما میفهم. اما تنها عزیز لینا بیزیز در تلفنم بسیار تلفن میاد، پلیز لطفاً در تلفن ما وقتی که برنامه باشه نمیگیرم. یک دقیقه وقت دارین لطفاً در مورد خوب پوزیتیو صحبت کنین. اگر مثلا این برنامه را میگن که یک طرفه برنامه است که هموطن ما جلال آباد زنگ زده بود، مجبور هستیم که از واقعیت‌ها بگوییم. یک تعداد حالا خود شمشیرزن میگیرن، آل شمشیرزن شدن که وقت امریکا و اروپا و جهان در افغانستان هستن و افغانستان وقت طالبان 90% گرفته بود کس مرد میدان نبود. اون یک عده برادرای موتو می جنگید. امروز میدان خالی است، هر کس میگه مستم. با او خاطر ما میخوایم که روشن فکر بسازم، ذهنشان مردم بگویم نخیر نه نیستی. وقتی که اگر هستی بیا که در میدان اول صحبت بکو، برو در میدان اول در وطن صحبت بکو. من مقصدم است. بیننده سلام بر شما، روی خط هستین شو جاوید تلویزیون آریانا افغانستان. یک دقیقه وقت دارین بفرمایید. پیمانی صاحب سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام جان، زنده باش. شما خوب هستین؟ تشکر. راهنگ زیبایتان میخواستم در باره محمد صاحب شهید یک چند کلمه کوتاه بگویم. بفرمایید. ما محمد صاحب 21 ساله بودم که بار اول ملاقات کردم، که این شخصیت ما جهاد کردیم سندر و سندر، کوچه با کوچه. ولی عمر ما نظر بیشتر چوب نکن اسلام تک بارمی آزیان بگیر. عمر صاحب شهید میخواد فابریکه با پول باز کنه ولی زین شدن چوب نکنی شاد رفت. خب بینین عزیز، میفهم شما بسیار ایموشنال شدین، شما از نزدیک چیزها را دیدین. من همراه شما هستم به خاطری که اگه اونا واقعا نوکری میکردن، تسلیم میشدن، امروز زندگی میکردن. امروز مثل دگاور بانکا و رئیس جمهور و این آن میبودن. ببینید نوکرا که اصلا سر خم میکنن کسایی بودن که دست نامردانه در کامره بند ماندن، در این بند آقای داوود از بین بردن، سید خلیل از بین دادن، نورجهان از بین بردن. اینا کسایی بودن که واقعا فرزندان راستین که در تاریخ نامشان در خط زرین نوشته است. من از جبهه‌گیری نمیکنم، ما واقعا میگم چرا که از دگار انتحار نمیکنن؟ چرا کسایی که امروز طالبای نکتایدار از دست نمیسازن از بین نمیرن؟ زور میده اینا را. بیایم مسئله قومیت یک طرف بانیم، مسئله واقعیت بگوییم، واقعیت درک کنیم. اما تنها عزیز بازم لینا میفهم بیزیس کوشش میکنن تلفناتون جوابتون وقت آخر برنامه است. یک دقیقه وقت دارین لطفاً تلفن با مو مقصد صحبت بکنین. بیننده سلام بر شما، روی خط هستین شو جاوید شو. بیننده سلام بر شما، روی خط هستین شو جاوید شو تلویزیون آریانا افغانستان. بفرمایید. جاوید جان سلام علیکم. سلام جان. صحت شما خوب است؟ زنده باشی جان. جاوید جان امی بیرق را که شما در پشت سرتان آویزان کردین دیده میشه بیرق ملی افغانستان است، امی بیرق سه رنگ. بله. ولی امی وقتی که در افغانستان جهاد پیروز شد و مجاهدین آمدن و با استاد ربانی تشریف آوردن، آقای مسعود آمدن، امی بیرق ملی خواهی نبود، رنگ بو وقت رنگ بیرق یک بیرق دیگه بود، سفید و یک رنگ دیگه بود که دو رنگ داشت، این بیرق بود. چرا این بیرق ملی را نصب نکردن؟ در این مورد اگر یک جواب مقنع بتین بسیار خوش میشم. تشکر جاوید جان. خواهش میکنم، زنده باشین. خب هموطن عزیز، جواب از این که ما در افغانستان نبودیم، ما در زمان نبودیم، گپ بسیار جالبه است، سوال خوبی است. خب البته هر کس مرام مقصد خود داره. سر بیرق ملی است، بله. وقتی که بیرق سیاه و سبز و سفید بوده، البته بیرق مقاومت است که بیرق در تاریخ ثبت است، همه قرار میفهم. فرق نداره، خیر بیرق است. مهم است که اگر ما وطن خود از بدبختی ها نجات داده باشیم، از اینکه بیرق پاکستان می آمد و سرزمین مفتاد بیرق خود ما شما باشه، ما این جواب است. میگم بله بیرق ملی این بیرق است که ما خود سر ماندیم و جان خود سر خود به خاطر بیرق میتم، پدر کلانایم داده، خود ما میتم. بیننده سلام بر شما، روی خط هستین شو جاوید شو تلویزیون آریانا افغانستان. یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید. سلام جاوید جان گل از آلمان، شما را زحمت دادم برادر ما. خوب است؟ سلام جان، یک دقیقه وقت دارین. آقای اسمتان میبخشید؟ آقای عظیم لطفاً بفرمایید. در تموین نکنید لطفاً. موضوع برادر فراموش نکنند. در سال 92
همین چند برادر محدود ما که از کابل دفاع کردن از چند ولسوالی همین فوج پاکستان خوانی هم چای مسعود تا سند و پنجاب و نیار دواند میره خو از قطعه نمیتونم که گریخ بیادر خودتان در کجا نگریختیم کدامتان نگریخته ای تا پنشیر عقب نشینی که این رو در تلویزیون میایم میگم باز یار از دروازه که بیرون میکنی باز با بیرحمی بدتر این خارجی ها پس میان در قسمت همین مسئله کرکت تا وقت طالبان ما سوی از پاکستان نبودیم تا وقت همین نجیب کرکت اجازه نمیداد چون جزء فدراسیون جهانی نیست برادر من این 5 میلیون پاکستانی که آمده در شهر کابل کرکت یا همراه خود از پاکستان آوردم این بسیار یک بازی بعد درست نیست برادر این بدیالله صمدی و فرزانه ناز و تمام تیم و آوازخوان‌های از یا کامره این تلویزیون ها را بند انداخته برادر یا باید گفته شود در روی تلویزیون ها مردم تو نمیشه ولی پریش وزارت خارجه پاکستان گفت که همه طالبان از پاکستان هستن میره کلگی شنیدیم بعد ما در افغانستان به نام فخرالمدارس یا طالب العلم یا الازهر یا نجف و قم نداریم همه طالبان و بیرحمیشون یا همه بیکارهای آدمکشی هستن که متاسفانه پاکستان یا را اخراج کرده و فراری داده صاحب یا در ارگ هستم یا در پارلمان برای از یا وظیفه داده میشه برای ازی که ما ثابت بسازم شما درست پیش شنیدین که 2 نفر از را با اسناد موثق که پاکستانی ها از آیسای بودم از وزارت مالیه صاحب اینا را دیسکی ساختم و این گلاب مندر و والی لوگر خودتان میفهمیم از قوم صافی بود از خشای آقای غنی بود مردم باید از وطن خود دفاع کنه صاحب تشکرم وطن عزیز لینا بیزیست باز بخیر صحبت میکنیم با کشتن داد بینی عزیز میبخشه که وقتان بخیر است مجبور هستم تلفن قطع کنم هموطن سلام بر شما روی خط هستین کوتاش و یک دقیقه وقت لحظات آخر برنامه شو جاویدچو تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید بینی سلام بر شما روی خط هستین شو جاویدچو یک دقیقه وقت داریم بفرمایید آقای جاوید سلام سلام جان ساعت شما خوبه زنده باشین شما خوب هستین جاوید جان برنامه تم از یاد میبینم همیشه بله جالب است اما سوالم بیادر خودت اکادمیک جواب نداری راجع به بیرق بله. وقتی که خودت امنیت یک جوان داد میزنی که ما میخوایم مردم روشن فکر بسازم و مردم آماده اجازه بدین میبخشین ای خو اگر من ندارم از افغانستان دور هستم شما اگر واقعا جواب دارین بیاید پالین بشینین اول خود جواب گپ مفت است اجازه بدین من شما را که وقتا میتم باید از اجازه با احترام بگذارین به خاطر ما پیسه میتم شما آدمای مفتخور هستین در پیش تلویزیون شتین یعنی نمیتونین که مرا بگوین که نمیفهمیم درسته شاید اندازه معلومات نداشته باشم من نمیگم که دارم من بسیار خرد از افغانستان برای اما قدرم که من با کوشش پدر و مادر و خودم کوشش کردیم که حتی احساس ما اینقدر پرایسلس است خودم این ساسه داری من امروز اگه فندریزینگ کنم برای افغانستان تو اقران تا نمیدیم وطن عزیز باز مفت گپ میزنی بیاین اینا لاجیکال صحبت میکنیم من کلی تا میشناسم مقصدی کلی ما مقصد است مرام است آقای پیمانی جاوید جان به خاطر مقصد مرام جاوید که سواد تلویزیون نباشه ولی یکتان اما قدر احساس داشته باشین که تنها به خاطر یک وطن دارد که آمده خدمت کرده اول شب ما خیلی چیزا رو کارش درک کردیم از اون هنرمند گرفتادگی تا محافظه‌کار شما هستین قدرت طلب شما هستین به احساس شما هستین من قطعا میگم از کس ترس ندارم ولی اگه 100 تا در میدان عمل باشه اگه تن برتون بدم من بسیار واقعا میگم من به خدای خود میترسم و از نفر دوم دیگر انسان ولی اگه بترسم گپای مفتم توهین نکن نبیا در روی خط مرا بگو که این معلومات ندارید که تا اندازه‌ای که دارم میتونم من نگفتیم که من پروفشنال هستم من نگفتیم که من دیگری خود درباره بیرق افغانستان گرفتیم یا درباره سیاست گرفتیم نه من آدم بسیار خاکی هستم براتون گفتیم که من خدمتگار ملت هستم این که واقعا را من میگم شما عمیق شجاعت شما نداره که بگوین به خاطر ترسو هستین میفهم اما تن سلام با شما روی خط هستین شو جاویدچو تلویزیون آریانا افغانستان یک دقیقه وقت داریم بفرمایید علی سلام علیکم جوجات بیماری سعادتمند هستی برادر زنده باشی جانم شما خوب هستین تشکر از برنامه خوبتان بحث باز یک برادر تلفن کرد که چرا مردم ها در نامه در کابل نگاه نمیکنن من فعلا از کابل امروز صحبت میکنم مشکل اساسی 937 بله شما از کابل هستین بله اینا اعتراض به یک 8 9 10 نفر معتاد در خانه نشسته هستند در هر برنامه یا زنگ میزنن انسان میشرمه که در برنامه حاضر شود که حقیقت دنیا را بگوید ما نبر ما آمده بازار هم میتونید فعلا گپ بزنید 8 9 10 نفر خصوصا یک دو سه چهار نفر موسفید که پایشون در لب گور از یکی در لندن است مثل دو سه تا در آلمان نامبت میشه آدم صحبت کنه از خطاره اول یک آدم ما قصر خسی بیرق برازی کو یا فکر کنیم شما از یا چی ما پیدا کنیم بیرق هم میکنیم
آخی اینا گفته شما اینا مرض روانی گرفته ایشانه فقط یک اکسکیوز میخوان خلالت کنن، یک اکسکیوز پیدا شو برای از اینا کل کرکت تو گفتی کرکت هموطن خود پشتونای ما که دمی فامیلای شده لس آنجلس است که شاید برنامه بینه منام نمیگیرم. برای من گفتم امیر یاد کو که مردم کشته میشه خوشحالی چی یک بازی پاکستانی است مگه باور کن پیش ما کدام من تضاد دارم متعصب دارم مسئله ما پیش از این است که پشتونی تاجیک است باور کنید به خدا قسم است که اشکای ما میریزه. یک 8 تا 15 نفر یار پور سوسیال ماسک کرده حقیقت دنیا را نمیفهمه. اینا را می دوران نجیب کاماته صرف یک نقطه را میگه چرا که جنگ دوجا بود راکت بازار بود. اون نجیب در دوران خود اون حکومت 6 بجه تلویزیون رو شروع میشد 12 بجه ختم میشد به نفع خود گپ میزد و این شهیدای کشته شدنای که از کجا می آمدن میلیون 402 سر یار زخمی میشه یا دیدن یا از کجا میفهمن این ولایت ها را بمباردای مردم ها در خانات تکت در بدر خاک بسر اینا کجا دیدن صرف اون یک حالت فکر میکنن خلاص راکت بازار. و برادر خان بگو 5 6 خبر قدرت روی جهان سر این کشورهای ضعیف میچرخونه برای نفت خود گاز خود برای سیاسی خود اینا هیچ چیز نمیفهمه. یکی میگه چرا بیرق ما بیا تعریف کو او حالت بیرق ماندن بود اساس کشور 15 برابر بین خود جور نمی آمدن تا فعلا همون حالتی بود اینا نمیفهمن برادر یار پول سوسیال ماسک کرده حیف به خدا ما باور میکنم ما این حقیقت با لیکن مصیبت چی میکشم که به خدا حیف برنامه حیف $1000 در یک میتی این برنامه این وقت 12 نفر معتاد این فقط کنگک وارد چسبیدن اون آدم دیگه همون یک ایرادی از این سال حقیقت میگه اون کار در برنامه نمیمونه. تشکر بیادر. من نمبرم اگه نامده من نمبر خود آزاد میگم نه خواهش میکنم 937 معلوم میشه از کابل هستین. بله من میالم میبینم نمرتان. تشکر یک جان وطن عزیز. افتخار بخشیدین که از وطن عزیز ما بوی وطن فرستادین. برنامه ما را بسیار جالب دیدنی و آوازتان از وطن عزیز میشنویم. زنده باشین. خداوند برایتان. هموطن سلام بر شما روی خط هستین شوی جاوچو تلویزیون آریانا افغانستان. یک دقیقه وقت داریم بفرمایید. بله سلام علیکم خوب هستین؟ سلام جان شما. خلاص میشن. از جان رو گفتم جایگان سعید اصلا خود میشین مگه کاتاست که حتی نکنید و خواهش کنم پیشتر از انگلیسی گپ میزنی یا دیگه گپ میزنی ما میتونم خودم نه اتصال میگیرم دیگه خودم 20 سال هستم در کالیفرنیا هستم خودم بخوام نگم به سن رومان اینجا میگوشی اما مشکل نیست که اجازه بده که نفرای دوم گپ بزنن یکم اجازه یک دقیقه هموطن عزیز اجازه هموطن عزیز چرا اجازه بده برنامه ما برنامه ساز مستم وقتی اگه نگید صحبت بکنی تاپیک برنامه ما خلالت بکنی یا کانسپتش یا مثلا برنامه اختصاصی چرا اجازه بده ما حالا میخوام میره براتون بگویم گپ مفت است با پیسه اگه باشه شما صحبت نمیکنین شما بیاین کمک کنید برای من اجازه میتونم این رای مردی است رو فیر است درست است وقتی که با شما بیاین خلالت بکنین و در روی خط اگه دلسوز هستین وطن دوست هستین خلا و کدام اشتباه را میبینین هیچ کس بدون خلا نیست گفته امریکا کی خوب پرفکت است خداوند شما بیاین مردانه‌وار برای من تلفن زنگ بزنید بگین اشتباه را کردی و بسیار بزرگای ما که مثلا باز اشتباه شده اونا تلفن کردن احساس دوستی کردن شما که میفهم که بزدم هستین میاین در روی خط میاین توهین میکنین توهین کردن مرا نمیتونین و ما میفهم کی هستم مقامم در کجاست تا چه اندازه ما معلومات دارم شعور دارم فهم دارم از شما که بیشتر از همه چیز الحمدلله من خود خاک پای کلگیستم من باز وقتی که در کس تعرض بکنم مجبور است آدم از خود دفاع بکنه. بینده سلام بر شما رو خط هستین شوی جاوچو بینده عزیز سلام بر شما رو خط هستین شوی جاوچو تلویزیون آریانا افغانستان. یک دقیقه وقت داریم بفرمایید. بله سلام. سلام جاوید جانگان. سلام عزیزم. چهارچشی داریم فقط هم یک دقیقه نمیگیریم تا آخرش نمیخوانیم راجع به تعصب است. بفرمایید جان. یک دقیقه میذاشین. خواهش میکنم. من عاشق این خاکم و دین تعصب در خون و نهادم نبود تین و تعصب مزاده یک خاک و یکی آب و هوای شرم است به خدا پیرو یک دین و تعصب ترسم از این منزل بی پایه کشم رفت با خود ببرم کوله و خورجین تعصب هر عضو جدا می کند از جسم نحیفش بیدادگر از شیوه و آیین تعصب ای آن که زنی داد ز فرمان الهی اسلام عزیزم نبود دین تعصب اسلام عزیزم نبود دین تعصب درسته فقط هم اصل مطلب خواستم که بر شما بفهمانم. بسیار عالی زنده باشین یک جان تشکر خداوند برایتان.
هموطن عزیز، این سلام بر شما. روی خط هستین شو جاوید شو تلویزیون آرانه افغانستان. سلام علیکم جاوید جان. سلام جان. برای که وقت کم از نوایته سیزگاه بزنم. ما از گفتم از پغمان هستیم، هم جهاد کردیم، اونجا جبه داشتیم، در نادر خیل پغمان شهید دادیم، برادرها دیگر زیاد. خانه ما بیران شهر چی؟ و در پاکستان هم با قماندان عبدالحق بود به اصطلاح. باز در پاکستان هم در دفترهای مرکزی جهاد اسلامی بودم، کار میکردم. همه چیز برای من معلوم است. دیگه ای که بسیاری برادرها همه رو پاکستانی میگه، همه مجاهد خنگ پاکستانی است. هیچ کسی در افغانستان غیر پاکستانی نمیمونه. کل کتاب پاکستان، طالب پاکستان، مجاهد پاکستان دیگه. راجع به آمد شاه مسعود میگم، برای که ما برای همه قماندان با قماندان بلال نیره هم بسیار نزدیک بودیم و دیگه هم شش خیز با قماندان های پغمان دیگه داشتم. اما راجع به مسعود ما دوست دارم، بعدش نمیگم. اما وقتی که در قرآن منجان در اوجه جلسه قماندان های جهادی اعظم افغانستان جمع شده بود، در انتخابات حقانی صاحب آمر نظامی شد، انتخابات مسعود سیاسی شد، سعید جگران آمر اداری شد. یعنی در نظامی که جنا شد، ساقان رئیس جمهور پاکستان طیاره هلیکوپتر رایی کرد، برای مسعود را دعوت کرد اسلام آباد بردش. همین قماندان ها گفت، خصوصا حقانی گفتش گماخ تاپی پاکستانی خوردیم تو نرو. یه طور یک قوای دادش، یقدر کمک دادش که به اصطلاح اکثرش در پشاور بود، دیگهش در چترال رسیده بود و 50 میلیون چقدر کلدار هم برش داد. و از خانه خود تشکر هموطن عزیز. شما خیلی اسناد روان کنید، برای من نمیفهم، به خاطر که چیزی که شما میگین بله در 92 که پیروزی شد، ما یادم میاد ما نبودیم، به حتی آسمان پاکستان گلوله گرفته بود. اولین بار بود که در پاکستان آمده بود. این خود تاریخ ثبوت کرده، اولین بار بود که در پاکستان رفت که تا چند نفر پاکستانی ها را اینا گروگان گرفتن، به خاطر که پاکستان خطر زیاد است میکردن و پاکستان از اول خوش نداشت و امیال خارجی ها میفهمه که کمک بسیار کمی برای مسعود پاکستان میکرد و رایش دور بود و از لاجورد ناره که از منطقه پنجشیر تا اندازه که میتونستن که برای مواد خوراکه و خرچ اینای خود که اسلحه از دیگه جا بگیره. کلگیان آقای خبرنگارای خارجی مثل دارم صحبت میکنه، آقای ریچارد مکنزی و آنان کلگی خارجی و اینان میفهمن که واقعا چی است. نالو نظر خود شماست، من گوشی نمیخوام قطع کنم. وقتی که منفی بازی میشه مجبور است آدم قطع بکنه، به خاطر وقت منفی بازی نیست. کسانی که من مقصدم است که تا آخرین لحظه خاک استاده شدن، اشتباه کلگی کردن، ما میکنم، شما میکنی کلگی، کسایی که از وطن دفاع میکنه من پیش سر از اون هستم و کسانی که جان خود بر وطن داده. امروز که ما اگر بگوییم مثل که دوستا زنگ زدن در هفته پیشتر برای ما گفتن که مردم کال یک تعداد کمونیستا بگویم یا طرفدارای دکتر نجیب از او دفاع میکنه. چرا؟ چانس بسیار خوبی را آورد نجیب. در حالت وقتی که کابل جنگای داخلی شروع شد، وقتی که کردیت نجیب گرفت، یک تعداد مردم ما شما که در نان مفت، نان سیلو و نه که در اروسا مفت میداد، به اصطلاح نجیب از جیب خود نمیداد، از اونا میداد. اون موجه است که یک کردیت از یک تعداد مردم گوسپندی بگویم یا مردمایی که بیچاره گشنه بودن گرفت، کال از او دفاع میکنه، در حالی که مردمی فکر نمیکنه که اصلا بدبختی ها رو کی آورد، قاتلای اصلی ملت کی بوده. میایم سر از که دستیس ها زیاد است پشت فرزندان راستین. من خوب درک میکنم، ما آگاه هستم، حتی کتابایی که نوشته شده بود این چیزایی است که هنوزم 15 سال از 14 سال بعد از مرگ اینا دست ساخته میرن، دست ساسا و دشمنا خصوصا آیسای پاکستان. حالا تا ببینید که در شمال میخواین که بگوین که یعنی قوم برادرای پشتون ما تنها نیست که در مقابل این دولت میجنگه، در حالی که طالبا بودن از اول. حتی پشت یک تعداد تاجک ازبک اینا را گرفتن، مردمای جاهل خودخواه به نام دین اونا را میخوان در لباس دین. یک تعداد تاجک ها و ازبک ها را در شمال امروز آیسای پاکستان میخواد تقویه کنه به نام طالب که اونا هم دخول از این پروژه شوند. این کارهایی است که کلگی ما درک میکنیم، واقعیت‌ها را باید درک کنیم. بله که وقت اشتباه خلا من نمیگم، هیچ کسی بدون خلا و اشتباه نیست. ما شما انسان هستیم، خداوند ما پروردگار ما به اصطلاح گفته امریکایی یا به لغت انگلیسی میگن پرفکت است، بدون از او هیچ کسی دیگه به اصطلاح بهتری نداره. اما تن عزیز با صراحت براتون میگم که خدای ناخواسته ما که بندواز برای کسی ندارم، ترس ندارم، کمک از کسی نمیگیرم. حتی یک که در هموطن ما میره برای من میگن
در تلفن که برات کی کمک میکنه. باور کنید که با دینارش هم با کلمه لا اله الا محمد رسول الله برای ما کس کمک کنن، نه تقاضای کمک. ما همیشه از هموطنان ما گفتیم کسایی که پشتیبان برنامه ماست تنها مرا نگذارین جاده یک طرفه نیست، مرا کمک بکنین، به خاطر که اگه میخواین که می برنامه زنده باشه، واقعا گفته شوه، مردم ما روشن فکر شوه، مردم ما که جاهل هستن، متعصب هستن، قوم پرستی را دارن، نه کس از واقعا بیای مسئله بیرق که گفتیم وطن ما کاورده بیرق خودت معلومات درست داده نتونید. خودت اگر معلومات داری لطفاً بیا همکار شو، بیا در پولین بشی، مرویت میبوسم، خودت روی مرا بوس، مثلا هموطن ما را کمک بگو، به تنهایی خو نمیشه. خودت مفت قصای مفت گرفتی، شیشه پیش تلویزیون نانک چای مفت خورده رایسین، برنامه مفت میبینی. وقتی که اگه فندریزینگ هم میشه باز یک 50 سنت تا مجیب دانه مبرایه. میایم سر از که ما بندواز کس نیستم، در هیچ کدام گروه جنای نه دارم، نه بودیم، نه وضعیت داشتیم، نه در کدام تنظیم بودیم. وقتی که وقت حق بیاید، ما خداوند خدا با ودانیت میشناسم. ما یک جوان هستم که از پدر مادر مسلمان به دنیا آمدیم، میفهمم که باید یک مسلمان مؤمن چی باید بکنه. من نمیگم مسلمان مؤمن هستم، من خلا دارم، جوان هستم، اشتباه میکنم مثل دیگرها وری. من تا جایی که میتونم که راهی که برای من چیزی که راه حضرت پیغمبر اسلام است و خداوند چیزی که در قرآن گفته تا اندازه که نالجش فهمش دارم که بتونم ما کار خدا بکنم، چرا نه؟ کوشش خدا میکنم، کوشش بندگی خدا. ما بنده هستم، ما تسلیم هستم. وقتی اگر اشتباه بکنم مردانوار میایم بله میگم اشتباه کردیم. مرد کسی است که باید از قناعت داده شو. مرد کسی است که بیایه بگوی بله ما اشتباه کردیم. این مردی شهامت یک مرد است و ما خودسازی نمیکنم. میفهم لاینای ما بیزی است الحمدلله. امروز تلفن‌ها از تلفنم زیاد آمده. وطن عزیز میبخشین که بسیاری تلفن‌هایتان لایناتون جواب دادن نتونستم. بازم ما براتون به صراحت میگم ما به خاطر واقعیت‌ها مبارزه میکنم به ضد دشمنای و مرز بوم که افغانستان، کشوری که افغانستان نام داره، به ضد تاریخ کسایی که به ضد تاریخ افغانستان است، به ضد فرهنگ افغان، کلچر افغانستان است، به ضد وحدت ملی ماست، به ضد فرزندان راستین کشور است. من مقابلشان ایستادگی میکنم، مبارزه میکنم، صدای خودم میکشم بدون ترس راز. زنده باد افغانستان، زنده باد ملت غیر افغانستان. تا یک شنبه آینده که 1:30 بجه برنامه آغاز میشه، شما را به خداوند میسپارم. خداوند نگهدار و کامدار شما. شب روز بخیر. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن خاک پاکت بهشتم،